اشتنی ماما خوبی؟ خوبی ماما هنه بگین دشمنم بخوریم. جور بشین. اشتنی برای خوبی؟ خوشحالی؟ اشته بودم بچه ها؟ خوب بودم شکر الحمدلله همه تیار خوشحال بودم. با کاش که اونا را می آوردی یکی اختلاط میکردی. باز به فرصت میاری میگم خواه. بله. من نفهمیدم یعنی چی رقم زندگیه؟ هم تمام زندگی خورد تو ماما جان چو باش. تمام زندگی خورد وقت فهمی به چی خود کردی؟ نه رفته نه آمدی نه به بین قوم خیشی ورخزی بشینی همین 24 ساعت بم خونه بم پدو به چگاه خوشیشتی بابا یله کرد از این ماما چیه؟ نه بابا من خیلی مایم شما کی من میمون کردین که بیام؟ آخه تو چو باش گب نزن بابا بیا دیگه یله کن میفهمید بچه ساده داری نمیفهمه در باله بسته که بیا خودی قوم خیشا رفت آمدی بکو ورخز بشینی بکو کم قوم از تو دق شدم خیلی بینیم برو دست شما درد نکنه میشته بچه خوب خونه کنو بلاشون بخونه آب میبینی برو به چی بخورم؟ به 100 بدون بچه خوب هیچ جا نمیرو من میفهمم که بخونه شما اگه بیام 10 دقیقه بشینو دیگه هم میگی شما خود و کلم بچه من مسخره میکنی بابا اگه یک بچه هوشیاری میدیشه چه زبا دنباله این دیگه پا نزنه این دیگه پا نزنه به 100 تا هوشیار نمیدون بچه من قلب مهربانی داره قلب پاکی داره چی یا؟ میفهمی خوارمه کم زندگی خود می به واسه این بچه خراب کنی بابا در بسته کو با والی و بیا قرار خود که مخشه رفت آمد کو برخز بشین کو خود پیر کردی چنی تا پا میزنی برو میشته بچه خوب خونه کنو در بسته کنو و خزا بدرشون بمیمونی برو ما گوشتگی که میمورم ماما گپا میزنه خوارمه تا آخر عاقبت همیته میشه که تو به تا خونه بمونی گپی نیه لنگر بسته کن اگه خونه باز بیا قوم خشارم ببین ماما تو چی میگی؟ نه چی میگه؟ البته من بوزیم که پا بسته کنم های برو چری تا گپی میزنی آخه این بنده خدایه چری من لنگرزی بسته کنم و خزا بیام بمیمونی بدرشو نمیرم به خاطر امی بچه خود هیچ جا نمیرم من خود خوشیشتیم میگم پس یک کار دیگه که خواه چکا کنم؟ به همین جایی که معلولین و معیوبین همین جایی که حافظه ندارم بابا اگه این طویل دل جمع میشی او وقت میتونی خود قوم خشم رفت آمد کنی ورخز بشین کنی چرا اما بچه به دیونه؟ بچه ممار هوشیاره که از برابر 100 تا بچه عقل داره ماشاءالله بابا شیرا می نمیستم که چی بگی؟ این با بازار به کوچه تمام خرید فروش با همین بچه ما میکنه بله هم کارا همین بچه ما میکنه باز من موت جای هرگیز خدا بچه خودم میبرم باز من ببرم پیاره نمیخساره خب پس بچه شما هوشیاره خیلی هوشیاره خب باشه من یک سوالی هستی بکنم خورزادگه خود بگردم پس هوشیار شدی مامایم هستی یک سوال کنم کسه کنم اشته سوال من جواب میدی خب ماما هی میخندین خب 10 تا سوال بکنین یک سوال چیه؟ نام خدا ماشاءالله بچه من هوشیاره بپرسه 10 تا سوال ازی بپرسه خب ماما جیگرمه ماما هوشیارمه مامای من اگه از تو یک سوالی بکنه خب بکنه 2 دونه سیب داریم خب یک سیب از دست میدی خب حالا چند تا سیب دیگه میمونه ماما هوشیارمه بگو هیچی ماما آخه گفتم 2 دونه سیب داریم یک سیب از دست میدی یک سیب که از دست دادی چند تا سیب دیگه میمونه خب ماما هیچی دیگه نمیمونه به خاطر ازی اشته هیچی نمیمونه خب یک سیب دیگه خیلی هم سیفیا خون میخورم خب نه ماما یک سالای میکنه که فقط میگی این چی سوالی بود که کردی دشمنه بخور چه هم بخور نه من رفتم که مکتب مدیر میشه خیلی روشنه خیلی دی برا تو بینی بچه تو دیونه ایشته جواب توردا عجب سوال جواب دارم چی جوابه خوانه کننده سلام علیکم بابا سلام بیماد اشتن خود خیلی سلامت یا خوشحاله چی عجبه با خدا گفتیم بیم از شما یک خبر بگیریم خب هستیم بچه ها خوبم شکر الحمدلله درکا شما نیه اصلا خبر نمیگیرین تیار خوشحاله اولا شرمنده ایم دیگه شما هم دیگه اگه راست بپرسم رفت آمده کم کردیم خواهر من به سالا دور نمیزنه دیگه به خدا از ما طوری است که خود شما میفهمی به چگه ما خونه نمیشه ما یکه بگذاریم اینجا هم که میاریم بعضی آزار میدم و اذیت میکنم نممکنه این بچه وقت خدای نخواسته یعنی
خار بخوره خاری بخوره مثلا کسی مثلا دویدش نو میبده من خونه که خوشیشتیم قراره که زندگی خور میکنه. خب امروز به چشم یک شیرین زبونی کرد برای میگم ماما جان تو 2 دونه سیب داری از اون سوال کردم یکی را دست میدی چند تا دیگه میمونه؟ میگه هیچی نمیمونه. خب چی گفتن؟ بچه من همین جواب در دوشکانه ولی ماما خود نداد حتی تعجب بود. یعنی جواب تبدیل بداد برای شما؟ میگم دیمات جو از بچه شما من سوال کردم خب که ماما جان 2 دونه سیب داری یک سیب را دست میدی خب چند تا سیب میمونه؟ بچه شما به من میگه میگه هیچی نمیمونه. آخه میگم ماما جان چرا هیچی نمیمونه؟ میگه هیچی یک سیب برم خود همسینفیا خود تقسیم میکنم. هنیت دیوانه بزی. این دیوانه بزی بود در نظر شما؟ یعنی سوال شما او جواب داده دقیق هم جواب داده این که شما درک فهم نداریم من چیکار کنم؟ اشته ای نداره. بچه ما انقدر قلب صبور و مهربانی داره کمی 1 دونه سیب دیگرم خدی همسینفیا خو میشینه میخوره بگه چیزی به دست نمیمونه. خب راست گفته بود. راست میگیم نیه. شما فکر نمیکنیم اما هر چیزی مثلا کمک او ساده بود یا نتونه سوال شما مثلا دقیق به طوری که شما ما این جواب بده میگیم اولای بیعقله این سادیه این به درد نمیخوره. او بیترین سوالات جواب میده. باور به خدا بکنه. خب گاهی وقتا من از اون کارهای میبینم که خود من تهنگ میکنم که همین کار من نمیتونم. من که دست و پام کله عقل و همه به سر جا خونه من کار کده نمیتونم او میکنه. از چی؟ ما و شما بعضی وقتا نمیفهمیم. الله راست میگی دیما من اصلا دیگه جا بودم خود من به قول به دیگه حالت بودم من نفهمیدم که این سوال من اشته مقبول جواب داد. دردم هم اینه خیلی از به جایی نمیرم از این وسط این به مسخره میکشنم که یعنی کم داره تخته های کمه ولی مشکل داره. اگر این بوشونی مقبول خیلی از گپ زنی سه کلا بلا گپا از چی گپا دهن از بیرون میشه. من به این وسطی را دل نمیشم که به طعم خانواده کسی به جز از جان بری از چیز دیگه بگه. این خوار طور که من میگردونم نمیگذارم به جایی بره از چی وسط. پس همه قانون خیشان دور کردیم به خاطری که بچه شما آزار اذیت نکنه. همینه. این انسان ها باید خیلی متوجه نباشید که خدای نخواسته یک آیه دل از کنده نشه به خدا مادر از کمر نیبند. پس بیایم چی بیتره که خب این انسان ها که میبینیم خیلی از اون یک برخورد نیکویی داشته باشیم یک لطف خوش داشته باشیم شاید به کوچکترین گپ یک دل ازی بشکنه این چه کار میشه؟ از اجتماع به دور میشه میره گوشه نشین میشه. پس چی بیتره این آدم ها تشویق کنیم بدون گپای خوبه بزنیم لابلا گپا از گپایی که میزنه رو تشویق کنیم بیترین گپ بزنیم. هرچند گپایی میزنه که میگم حوال ما و شما که آدمای سالمیم همین گپ نمیزنه. باور کنیم من همین درک مغزر نبود که این چی بگفتم چی سوال درست جواب داد. خب شما اگه به عمق همون سوال بریم جواب شما همی بود که او 1 دونه سیب هم داره او بس مهربونه خدی دوست رفقا خو هم صنفیا خو میخوره.